برادر تاجیک ما سوال کردن، گفتن در پیش روی چشم ما، در پیش روی چشم ما حجاب و چادر خواهر مسلمان و زن مسلمانی ما را میگیرن. در همون لحظه ما چی کار بکنیم؟ در همون لحظه ما چی کار بکنیم؟ برادران تاجیکیم برای شما میگم، صدایم انشاءالله که میرسه. برادران تاجیکیم، زمانی که حجاب خواهر و مادر شما از در دم چشم شما دریده میشه، در دم چشم شما پاره میشه، در دم چشم شما دور کرده میشه، اگر امروز صبر کردین ایره متوجه باشیم که خدای نخواسته روزی را سراغ نداشته باشی که پیش روی چشم زن و ناموس زنا کرده شود، پیش روی چشم زن و ناموس زنا کرده شود. غیرت در کار است، جان دادن در کار است، سر دادن در کار است، بالاخره از شمشیر بیرون کردن در کار است، از خواهر و مادر و ناموس دفاع کردن در کار است. از مادرت دفاع کن، از خواهرت دفاع کن، وگرچند که به قیمت جان و مالت هم اگر بوده باشه. این پیام و جواب سوال تو هست. و خواهر مسلمان ما سوال کردن، خواهر مسلمان ما از تاجیکستان میگه در عوض در مقابل پوشش حجاب تصویب قوه مقننه است که کسی که زن مسلمانی که در تاجیکستان پوشش حجاب میکنه، برقه و روسری میکنه، در عوضش باید مقدار پولی را پرداخت بکنه ماهانه. سرزمین اسلامی، مسلمان زنده، جوان مسلمان زنده، پدران مسلمان زنده، مادران با غیرت مسلمان زنده. ولیکن او خواهر مسلمان ما در آمریکا نه، در آلمان، در آمریکا، در جرمنی خواهر مسلمان ما با حجاب میگرده اما پول را پرداخت نمیکنه. کدام غیرت مسلمانی است؟ کدام غیرت مسلمانی است که در عوض حجاب میگه خواهر مسلمان ما میگه در عوض حجابی که ما میکنیم پول باید پرداخت بکنیم. توان پرداخت پول را نداریم، چی کار بکنیم؟ توان پرداختی پول را نداریم، چی کار بکنیم؟ ای برادران و خواهران من، برادران و خواهران من و خواهران و برادران تاجیکی، ببینین دعا بکنین به پروردگار عالمیان، دعا بکنین. اول راهش دعا هست. دعا بکنین که پروردگار برای برادران و خواهران تاجیکی ما، کسانی که البته تعداد کثیرشان الحمدلله با غیرت هستند، اگر اونهایش که غیرت ندارن الله غیرت نصیب بفرماید، دعا بکنین. همون لحظه ای که حجابت دریده میشه، همون لحظه ای که حجابت از سرت دور میشه، یک دست بالا بکو به طرف پروردگار. نخواد پروردگار ما ظالم رو به این اندازه وقت بده، نخواد پروردگار ما ظالم و انسان متمرد را به این اندازه وقت بده. گفتم چراغ ظلم و ظالم تا دم محشر نمی سوزه، اگر سوزد شبی والله شبی دیگر نمی سوزه. عزیزان و سروران من، اگر باز دیدین که نشد، برای زن و مرد، خواهر و برادر تاجیکی ما به خاطر دفاع از حجابشان، به خاطر پاسداری از حریم حجاب و زنانشان و دخترانشان جهاد برای دفع ظلم دشمنان اسلام البته فرض عین است و فرض عین می باشه.